میرزوبکوف یک کارمند نمایندگی شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان از جمله سومونیر در قزاقستان بر اثر یک صدمه نقلیاتی جان باخته است. به گفته منابع آگاه از قضیه، ماشینی که جاوید میرزوبکوف و دوستان قزاقش از شکار برمیگشتند روز یکشنبه 26 دکامبر در 250 کیلومتری شهر الماتو دچار صدمه شده است. بر اثر این صدمه جاوید میرزوبکوف و یک دوستش در جای حادثه به هلاکت رسیده، تنها یک نفر زنده مانده است. جنازه جاوید میرزوبکوف را روز 29 دکامبر برای دفن به تاجیکستان میفرستند. جاوید میرزوبکوف زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان بوده، 34 سال و یک فرزند داشت. او از سال 2010 11 سال باز در شهر الماتا در نمایندگی شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان در قزاقستان کار میکرد. مهاجران تاجیک مقیم قزاقستان از او همچون انسان یاد میکنند که به گفته یکی از آنها بسیار یک جوان زیبا بود و خلق مظلوم تاجیک را دستگیری میکرد. نیکی زیاد برای مهاجران کرده است و این همه امروز توشه آخرت جاوید جوانمرد می شود. جاوید میرزوبکوف به شکار و سیاحت علاقه زیاد داشت و در اکثر عکسهایش در صفحه‌اش در فیسبوک نیز او هنگام شکار یا سیاحت یگان شهر یا کشور تصویر شده است. از قضا مرگ هم این جوان تاجیک را در راه بازگشت از شکار دریافت کرد. روانش شاد و مکان آخرتش جنت بود.